اشک رضا پختک به آماده اشته. افطار کردی بچه؟ یا دید چی بنده ده اشک پختک دو مگه شام نشته ده افوق کلسنگ است دو دقیقه پیش یعنی ثانیه که اینجا ثانیه اشته دوبی خورده آزان کلسنگ رو گفته برم افوق نجف آباد با خمینشهر کمی فرق کنه. رضا اشک پختک ده بیا ببر نباشه؟ من که ببرم پختک ده دیگه امشب وقتی افطار می رو یک جای بخوری تا ها کجا بخور بیا ببر اشک رو سنگینه پختک ده و زورت نمیرسه ببری چقدر گرنگه پشت کو یا اشک پختک ده آماده شده وقتی افطاره بیا جور کو قاشق بیار در آوشه بخور دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لك صمت و افطرنا و علیک توکلنا. بیا فاطمه جان بیا وقتی آزان گفته دیگه بشید بیا بچه منوارم بیار قاب بیار اشپز از مو رضایه این شو اشک رضا پختک ده مگه نه آره قابش نمیره میگه او گرنگه فاطمه جان بیا آقای بیا بچه چی میده خواه؟ تو وقتی آزان آدم خواه نمنه خواه رفته زیر به زور بدار کن بیا بیا باشه رضای از مو بخش افطار امشب آشک پخته ده بعد میگیم برو آشک رو بیرو میگه این گرگ در زور شده و نمیرسه تا جان شب بخیر بیدار شدی بچه بیا بیا وقت افطار یک جایی بشی بودو بچه من تا جان بیا بچه وقت افطار آدم یک جایی میشه نان مخوره بیا فاطمه از مو 2 سال روزه میگیره رضا تا حال روزه نگرفته او چه روزه نمیگیره رضا نمیشه نه او خو یک گاو بخور ولی روزه بگیر نمیشه نه نمیشه باطل میشه او چی رقمه خوب تشتاق شدی آو خوب بخور ولی روزه هم بگیر تا عادت کنی تاها بیا بچه یک جای وقت افطار اینجا بشی تاها تو روزه گرفته؟ کی روزه میگیری؟ اعصابت خرابه؟ تو وقت افطار آدم اعصاب خراب نمونه تاها جان رضا بچه تو روزه داره امروز؟ از مو بتره نه؟ نه استفاده تو از گسوبا گرفته؟ نه استفاده تو از سبا میگیری؟ میبینی مگه بچه تو چند ساله ای که سبا شروع میده روزه گرفته؟ 2 ساله 2 ساله؟ ما که رضا بودم در 2 سالگی 2 سالگی روزه میگرفت ما که 2 سالگی بخشی از من شو کو
یعنی آشاگه که رضای از مو امشاوی را جور کده بخش افطار انتگاه روزه داشته در رضای از مو مگه که ما فقط آشاگ جور نم ولی روزه نمیگرم که یک میگفتم درو مگه ما اول چید ما گفتی زورم نمیرسه گرنگه طاعت عبادت همه شما دوستا عزیزا قبول درگاه حق باشد همینطور همگی در کنار هم با خانواده هنگام افطار هنگام سحری لذت بخشترین لحظه زندگی آدم خوشحال دعامونم در این لحظه افطار این شادی ها را از روی هیچ خانواده ای را نگیره خوشحال باشید خیر و برکت و رزق و روزی فراوان سلامتی جانی جاری تقدیم شما روزه‌داران خوبان فاطمه جان چندمین روزه است؟ سومین روزه؟ چند روزه بود؟ 3 روز؟ امشب چهارمه؟ سوم خلاص شد امشب چهارمه دیگه چهارمین شب ماه مبارک رمضان آشاگی که دستپخت رضای هنگام افطاری در کنار همه برای شما خوبا دوستا عزیزان این لحظه های شیرین زندگی را آرزو موفق باشید